طبق روزنامه در جلسه 20 مسئله بررسی کرده شد. از جمله اعضای شورای مجلس ملی 2 قانون مکمل، قانون جمهوری تاجیکستان درباره ذخیره مادی دولتی و قانون جمهوری تاجیکستان درباره سرمایه و هوسمندگردانی فعالیت سرمایه گذاری را بررسی نمودند. در جلسه شورا اینچنین قانون کانستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن علاوه به قانون کانستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات محلی حاکمیت دولتی مورد محاکمه قرار گرفت. در ادامه جلسه از جانب اعضای شورا سندهای قانونگذاری اوید به وارد نمودن تغییر و علاوه ها به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، کودکس مدنی جمهوری تاجیکستان، کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان، کودکس انداز جمهوری تاجیکستان، قانونهای جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی، درباره روزهای عید، درباره سقوط طبی در جمهوری تاجیکستان و دیگر قانونهای عمل کننده بررسی گردیدند. در ادامه اوید به پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره انتخاب مشورتچیان خلقی کالگیای حربی سود عالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2030 قرار داخلداری شورای مجلس ملی قبول گردیده با ترتیب مقرر گردیده برای بررسی به اجلاسیه دوم مجلس ملی پیشنهاد کرده شد. اعضای شورا در فرجام لایحه قرارهای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به انتخاب نماینده مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در سود کانستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و نقشه عمل مجلس ملی برای سالهای 2025-2030 در پرتو مراجعت و راهنمایی‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اجلاسیه یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم را بررسی نمودند.